میگم همیشه یه جوری زندگی کن که انگار هیچ کس رو نداری. توکلت به خدا باشه، روی پای خودت از هیچ کس هم انتظار نداشته باش. میگم اگه یه روزی بیفتی ضعیف‌ترین ها هم بهت رحم نمی‌کنن. هر کی برسه یه لغت بهت میزنه. ان شاءالله هیچ موقع نیفتی. میگم هیچ کسی به ما مسیر رو نشون نداد. از هر کی هم دوستان سلام، وقت بخیر. دوستان من یه پست در مورد این پمپ و منبع پشت سرم گذاشته بودم که تقریبا نزدیک به 150-200 تا کامنت منفی من گرفتم. اونم از طرف کسایی که حالا یا کارشون این نبود یا اینکه اطلاعات ناقصی داشتن. امروز میخوام به سوالای شما جواب بدم و اون ابهامایی که هستش برطرف کنیم. لطفاً با من همراه باشید. مرسی. بعضی از دوستانم میگن آقا چرا این لوله رو از جلوی منبع آوردی؟ این لوله رو اعتقاد دارن که چرا از جلو منبع آوردی؟ دوست عزیز، ما اگر میخواستیم ببریم از پشت بیاریم، اینجا ببین یه پخی هستش، این قسمت نگاه کن، پشت منبع، باید اینا همه زانو بخوره تا ما بتونیم اینو به اینجا برسونیم لوله رو. یعنی این لوله از اینجا بره، از دور اون ستونه بیاد پایین، کلی زانو میخوره. به جایی که زانو رو کم کنیم زانو اضافه میشه. پس شما تو شرایط کار نیستی. بعد اینایی که نگران شستشوی منبع هستن، دوست عزیز، ما اینجا یه مهر ماسوره گذاشتیم، متوجهی؟ این هم یه مهر ماسوره واسه شیره، 2 تا مهر ماسوره است. این 2 تا مهر ماسوره رو موقع شستشو نظافت که باز کنه، این منبع کامل میاد بیرون، یعنی راحت میشه نظافت کرد. عزیزی هم گفته آقا بایپاس اتومات نیست. دوست عزیز، بایپاس اتومات شامل یه فلکه، یه شیر خودکار، یه مهر ماسوره است. به این میگن بایپاس اتومات. موقعی که آب پمپ قطع یا برق قطع یا پمپ خرابه، این میشه مسیر رفتمون از این بایپاس، آب میاد تو ساختمون. پس این میشه ورودی از کنتور، این خروجی از کنتور و این میشه بایپاس اتومات. اون دوست عزیزی که میگه این جهتش اشتباهه یا بایپاس باید برعکس باشه، رو چه حسابی میگی باید بایپاس برعکس باشه؟ این به این شکل کار میکنه، جهتش هم تو مسیر ساختمونه. پس شما وقتی اطلاع نداری لطفاً نگو باید برعکس بشه. دوست عزیزی که میگی مهر ماسوره زیادیه، آقا این 2 تا مهر ماسوره شما واسه سرویس پمپ نیاز داری. موقعی که میخوای پمپ رو باز کنی، این مهر ماسوره و این مهر ماسوره رو باید شما باز کنی، پمپ آزاد بشه. پس اینا لازمه، این مهر ماسوره و این مهر ماسوره واسه اینه که این لوله رو من باز کنم بذارم کنار که این منبع بیاد بیرون. پس اینم این 2 تا هم لازمن. ما میمونه این یکی مهر ماسوره، این واسه بایپاس اتوماته. این مهر ماسوره واسه تعویض شناوره. شما وقتی میخوای شناور رو تعویض کنی یا این فلکه رو میخوای سرویس کنی، باید این مهر ماسوره رو باز کنی. تمام مهر ماسوره نیازه. این مهر ماسوره واسه سرویس فلکی و باز کردن این منبع که بیاد جلو واسه شستشون نیازه، هیچی اضافه نیست. خب آقایونی که میگن شیر فلک ها اضافه است، دوست عزیز، این شیر فلک بایپاس باید باشه، اضافه نیست. این فلکه باید باشه واسه اینکه شما یه روزی میخوای شناور رو عوض کنی، شستشوی منبع انجام بدی، آبو باید بتونی قطع کنی. پس این فلکه رو شما نیاز داری. این فلکه نیاز هستش، خروجی منبع هست. میخوای پمپ رو سرویس کنی ببری تعمیرگاه، آبو باید از اینجا بتونی قطع کنی، اینم نیازه. این فلکه تو خروجی پمپه، بازم موقع سرویس پمپ هم باید ورودی قطع بشه هم خروجی. اگر خروجی رو قطع نکنی، آب از مسیر بایپاس میاد از اینجا میریزه بیرون، نمیتونی پمپ رو باز کنی. پس اینم باید باشه. این فلکه آخرین هم واسه تعمیر نگهداری این شارژ باد میخوای بکنی، تیوب رو میخوای عوض کنی، پمپ رو نمیخوام خاموش کنم، اینو از اینجا میبندم، فشار رو به وسیله این فلکه میارم پایین، کارمو با این منبع انجام میدم. پس هیچی اینجا ما اضافه نداریم. دوستانی که میگن اینا گالوانیزه ها اشتباه است، دوست عزیز، تمام این ساختمون، عدم این کنترل شالوله از سد که میاد تا میره توی موتورخونه این ساختمون، همه اینا لوله های گالوانیزه است. لوله گالوانیزه من نمیگم عیب نداره، عیب داره، بهتره نباشه، ولی خب جایگزینش چیه؟ ما تنها جایگزینی که واسه این لوله ها داریم، واسه اتصالات داریم، لوله اتصالات استیل هستش که استیل 4 برابر این قیمت داره. هیچ کارفرمایی اینو قبول نمیکنه، وگرنه من که از خودم پولشو من نمیخوام بدم که. پس اینا بعد رسوب اینا برنج هم رسوب میگیره. شما اگر ندیدی، من تجربه دارم،
دارن، برنجم رسوب میگیره. گالوانیزم یکی از عواملش متریاله که رسوب میگیره. دمای آب، املاح آب و خیلی چیزای دیگه هم توی رسوب تاثیر داره، فقط گالوانیزه نیست. جایگزینش که استیله که هزینهش 4 برابره. خب میایم سراغ این صافی. عزیزم شما که میگی صافی اضافه است نباید باشه، شنریزه هایی که توی آب هست، ریزگردها، نوار تفلون، آشغالا، ریشه درخت، همه اینا میان توی این پروانه پمپ و آسیب میزنه، داغون میکنه، خراب میکنه. پس این نیازه. دوست عزیزی که شما میگی توی ورودی منبع باید، توی اون قسمت منبع ورودی باید منبع باشه، اون فیلتر جامبو هستش توی ورودی. توی مکش پمپ باید صافی باشه. فرق صافی با فیلتر جامبو اینه که این توی مکش پمپ باید نصب، فیلتر جامبو سر راه آب اصلی ما باید نصب کنیم. اینجا من فیلتر جامبو نصب نکردم به خاطر اینکه کارفرما میگه من داخل واحدم دستگاه تصفیه دارم، نیاز نیست. این موضوع رو واسهتون روشن کردم. یکی از سوالایی که خیلی از دوستان پرسیدن، میگن آقا پرشر کجاست؟ دوست عزیز مگر میشه پمپ 5 رایی داشته باشه، پرشر سویچ نداشته باشه؟ این پرشر، اینم گیج فشار، همه چی مرتب سر جای خودش هستش. ببین دوستان، اون عزیزانی که میگن چرا اینجا زانو خورده، باید منبع مستقیم پمپ به منبع وصل میشد یا اینکه منبع رو بچرخونیم رو به این ور به پمپ وصل شه. عزیزان ما اینجا یه تورفتگی داریم، یه سقف روشه. اگر شما دقت کنید این پمپ ما مجبور بودیم بیاریم کنار که این پمپ و منبع زیر این سقفه قرار بگیره. ببین متوجه میشین یا نه؟ تو عکس پیدا باشه. ما مجبور شدیم این کارو بکنیم. در غیر این صورت اگر منبع رو میچرخوندیم رو به این ور، با این اتصالات و صافی و مور ماسوره، پمپمون از این زیر سقفه خارج میشد، از این تورفتگی خارج میشد. یا اگر پمپ رو جلو نصب میکردیم به همین شکل بازم به مشکل میخوردیم و این سقف بالا سر پمپ و منبعمون نبود. این به خاطر اینه. سری از دوستان میگن چرا این خم شده، خم فشار میاره. نوکرتم قربونت برم، ببین این به در گیر میکنه دیگه. این در که واز میشه منبع به در گیر میکنه، ما دیگه نمیتونیم اینو بیاریم این ورتر. الان این دیگه منتهی الیه کار ماست، ما دیگه این ورتر نمیتونیم بیایم که شما میفرمایید چلا خم میشه. شناور رو چجوری عوض میخواید بکنید؟ دوست عزیز شناور خیلی راحته. این مغزی تفلون داره، مور ماسه رو واز میکنی، این مغزی رو واز میکنی. مغزی که واز شد این فیتینگ آزاد میشه. فیتینگ رو که این مهرش رو شما باز کنی، کامل فیتینگ و شناور از درب مخزن یه تیکه کشویی میاد بیرون، تعویض میشه، کشویی میاد جا و مورد فیتینگ رو میبندی. خیلی راحت. حالا اگر واسه شما سخته، شما یا تجربهش رو نداری یا ندیدی تا به حال. درب منبع هم تقریبا 20 سانت جا داره. ببینم تو عکس مشخصه یا نه. ما 20 سانت فضا داریم واسه بازشو درب منبع و راهی هم نداشتم. کارفرما خودش منبع رو خریده و رو زمینه دیگه. یعنی حد اکثر چیزی که تونستیم حداقل همینه دیگه. خرید این منبع با کارفرما بوده. این هم ساپورت. اون عزیزی که میگه ساپورت نداره، این ساپورت با میل پیچ به زمین مهاره. اینجا ما ساپورت داریم.